از سال 2006 مؤسسه دولتی آثارخانه جورابک مرادوف فعالیت داشت و تنها سال 2015 با قرار راهبریت ولایت سوخت مقام رسمی گرفت. در آثارخانه زیاد از 3200 اکسپونات موجود است که از کتاب‌ها، اسباب موسیقی، عنوان و افتخارنامه‌ها، نگاره‌ها، رسم و لباس‌ها عبارت می‌باشد. از همه هستی که اهل بشر داده است بهترینش دیدن روی آدمی زاد است. ما در دوام این 60 سال بسیار سفرهای هنری کردیم، بسیار جایها، مثلا ارمیتاژ لنینگراد، موزه های مسکو، فرانسه، نیویورک، اونجا هندوستان، پاکستان. من کجا سفر کنم البته موزه میرم. از همین چیزا خلاصه رو برآورده ما همین خواستیم که همین 55 ساله مهنت ها، همینجا وقتهای جنگ بیمانی ما انجام لباسهای خودمان نبرآوردیم. همین چیزایی که در موزه در کار بود هم نبرآوردیم. همه ساله به اینجا زیاد از 3000 تماشابینان وطنی و خارجی می آیند. دلارام قربانова راهبلد آثارخانه جورابک مرادوف بوده، محض با پیشنهاد او آثارخانه تأسیس گردیده است و او اخلاصمندان را با تاریخ فعالیت قریب 60 ساله هنرمند و تاریخچه اکسپونات ها آشنا می سازد. Özbekistan, Toshkent, Qazoq, Qirg'iz. اینجا درباره استاد کتابا همش کتابای نوتا درباره استاد اینجا هم استاد شش مقام جورابک مرادوف در آثارخانه بسیار دستاوردهای خود را جای داده است و بازگو کننده تاریخ فعالیت اوست، اما خاطره‌اش را بهترین مأخذ می‌داند، زیرا خاطرات جالب از راه مرکبی تعیین نموده صنعت در آنجا ثبت گردیده است. اگه دیه‌های ما کوهستان، کوه، سنگ، اگه مکتب موسیقی اون وقت نبود، بعد از جنگ گرسنگی، قشاقی، لیکن مردم مهربان، مهر و محبت یکدیگر با هم مهر و محبت یکدیگر خلق خودش داشت. بعد از جنگ دشوار بود آخه. اگر افسوس اگر اون وقت مثلا مکتب موسیقی میشد من میخواندم نبود، لیکن به هر حال مکتب ها با کروژاک بود، هوسکارا. ما اونجا اشتراک میکردیم، هم مکتب رو برآمد میکردیم. وقتی که حقیقتا برآمد کردیم قرصک دیدیم وای بدونید چقدر اول دست پا گذاشتیم، یک بار گم کرد برفتیم. اگه کلانتر شده 58 شهر آمدیم ولایت با هم یکم وقتی که صحنه برآمدیم هم باغ بود، هم باغ با وای وقتی که قرصکی نقش شده آدما شما این نقش استقبال کردن و سرود از یاد میدونستید، از یاد برآمد. درباره که پاوزه دادیم مثلا همین چیز حیات نبرد. وقتی که یکم گراماتی دست ما دادن که ما همون وقت فکر کردیم که ما جدا بزرگ ده، بعد آیسته آیسته فهمیدیم که جو مرکب بود است این چیز. درهای مؤسسه دولتی آثارخانه جورابک مرادوف برای تمام مخلصان باز است و آنها می توانند از آن همه روزه دیدن نمایند. گزارش فرزانه علیوه و برهان برهانوف.